بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا به وجود نازنینی که خیر خلق الله بود، رحمتا للعالمین بود و هست و میفرمود خوش اخلاق ترین شما بهترین بنده خداست و نزدیکترین شما به من در روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست. سلام خدا به وجود نازنینی که هر وقت اسمش سر زبونا میاد گل خوش رنگ و بوی صلوات روی لباش شکوفا میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. باز افتخار پیدا کردیم اومدیم خدمت شما با برنامه یاد خدا در دوشنبه‌ای که همراه هست با موضوع اخلاق در قرآن کریم به کارشناسی استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی که قدم به چشم من گذاشتن. یه فاصله بگیریم و برگردیم گفتگومون رو شروع خواهیم کرد. چقدر خوبه که این فاصله رو با ذکر دعای مستجاب پرش بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با اجازه شما سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت آقای ابراهیمی. آقا سلام، خیلی خوش آمدید، خوشحالم هستم. سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. زنده باشید، محبت دارید. ما در خدمت شماییم و خوشحالیم از این بابت. خب یک جلد کلام الله مجید دست شما هست. این یعنی که مباحث شما، فرمایشات شما، بیانات شما برگرفته از قرآن خواهد بود. درسته؟ انشالله. خیلی خوب. اگه ممکنه از همین کتاب شریف و نورانی که دستتون هست با توجه به آیاتش برای ما بفرمایید که ما جلسه قبل از شما یاد گرفتیم که اخلاق مهمه چون که ما زندگیامون امتداد داره و این اخلاق است که قرار هستش بعد از حیات ما در عالم برزخ، در واقع تو اون عالم نمود پیدا بکنه و حال خوش ما رو اونجا اخلاق این دنیا فراهم خواهد کرد و این نگاه درستی هستش که ما از قرآن می‌آموزیم. حالا بفرمایید این اخلاق درست، این اخلاق ممدوح و پسندیده تو چه فضایی باید شکل بگیره؟ تو چه جور جایی این نوع اخلاق تبیین میشه، آموزش داده میشه؟ ما توی دنیا کم NGO هایی نداریم که با این نام شکل گرفته. تو خود سازمان مللش داریم، حقوق بشرش داریم. آیا اونجور جاها، مثلا حتی مراکز علمی، دانشگاه ها و اینا، آیا این جاها جاهایی هستش که به امثال من آموزش خواهد داد، به ما یاد خواهد داد و ملکه ذهن ما خواهد کرد رفتار درست رو، اخلاق نیکو و پسندیده رو، یا نه جای دیگری است؟ درسته. نکته خوبی رو اشاره فرمودید که اون واحدی که، اون کسی که، یا اون جایی که متکفل فراگیری اخلاق تو عالم، مثلا اینا چرا سازمان ملل رو اینجوری مثلا، حالا ما نگاه خوشبینانه است ها، نگاه بدبینانش یا نگاه واقع گرایانه یه چیز دیگه است. تو نگاه خوشبینانه چرا اینا این رو آوردن بالا؟ برای اینکه میخوان مثلا اخلاق رو فراگیر کنن، اخلاقی که حالا با خوانش و قرائت خودشونه میخوان این فراگیر بشه. دهکده جهانی که یک سری ارزش‌های اخلاقی مثلا یکسانی بین همه حاکم هست و همه یه جور به گزاره‌های اخلاقی نگاه میکنن و همچین نگاهی، این خیلی خوشبینانه است و اینطور نیست، ولی حالا میگیم باشه اینا اینجوری نگاه میکنن به عالم و اینجوری تحلیلش میکنن، نهادهای کلانی هم تأسیس میکنن، بعد ذیل اون NGO ها و تشکل های دیگه مثل بخشایی که حامی محیط زیستن، حامی جنبش های حامی حیوانات، اینا همه اتفاقات اخلاقی دیگه. این جنبشی که حامی حیوانات، کسایی که حامی محیط زیستن، جنبشی که مثلا میرن لب ساحل جنگل ها رو تمیز میکنن، ساحل رو تمیز میکنن، این اتفاقات خب خیلی کار خوبیه. ولی حالا یه کسی میخواد اخلاق یاد بگیره، تو نگاه قرآن میگه تو کجا برو، تو این NGO ها به اخلاق یاد بدن، برو مثلا تن بده به آموزه های مثلا باید و نباید های سازمان ملل، یا مثلا همین چند وقتی پیش که مثلا سند 20 که آورده بودن، مثلا برو تحت لوای همچین حرفایی و با اینا برو جلو تا اخلاق رو یاد بگیری.
یا حتی نهادهایی مثل دانشگاه ها، حوزه ها، فرق نداره، با ایناست یا نه خود قرآن وقتی که اون نگاه بلند رو نسبت به اخلاق مطرح میکنه، شبکه‌ای که این خیلی نکته لطیفیه تو از آیات قرآن، شبکه‌ای که میتونه این رو در سطح وسیع ببره جلو و تمدن اخلاقی درست کنه، یعنی نگاه تمدنی درست کنه، اون شبکه کدومه؟ تو آیات قرآن به این توجه میده که اون شبکه خانواده است. اون سلول حیاتدار اخلاق که میتونه اون بدن بزرگ، یعنی تمدن بزرگی که اخلاقی رو بنا بکنه، شبکه خانواده است. اگر این خانواده اون ماهیت اخلاقیش، اون ارزم حضور شما حیات اخلاقیش، زیست اخلاقیش که برگرفته از قرآن میتونیم اون رو تطبیق بدیم، از دست بره، ما خودمون رو بکشیم با NGO ها، با تشکل ها، با هیچ کدوم از اینها نمیتونیم به مبارزه بی اخلاقی بریم، نمیتونیم ظلمت بی اخلاقی رو برداریم. نمونهش همین چیزی که الان تو عالم داریم میبینیم دیگه. این همه NGO ها اعتراض دارن به کشتار مردم غزه و لبنان و این جنایتی که داره اتفاق میفته. اینا اعتراض دارن ولی میتونن کاری بکنن؟ یعنی تو خودی بله اعتراض های چیزی هست، ولی اینکه شما بتونی زشتی این تمدن رو پایین بکشی، ظلمت این تمدن رو پایین بکشی، نه نمیشه. ظلمت این تمدن رو کسانی میتونن پایین بکشن که سلولشون حیات داشته باشه. اون سلول خانواده است. جالبه که حالا اینو اونا خودشون هم به نظرم فهمیدن ها، یعنی تئوریسین های دشمنان ما میگن که شما اگه میخواید با هزینه خیلی خیلی کمتر اینا رو از پاتر بیارید، خانواده های اینا رو از هم بپاشونید و در رأس اونا از تا آقام خیلی فراوان تیزبینانه این رو متذکر شدن بارها، مادر خانواده رو هدف بگیرید. نقطه کانونی و رأس خانواده است که مربی اصلی در خانواده هست دیگه. اگر خانواده از هم گسیخته بشه، از هم پاشیده بشه، یه خانواده غیر اخلاقی ما اگر درست کنیم توی این کشورهای اسلامی ایرانی، کار تمومه. آره دیگه با هیچ NGO نهاد و چیز دیگه هم نمیتونیم اون اخلاق امتداد داره در قیامت رو بپا کنیم که منتهی به تمدن نورانی و اخلاقی بشه. نمیشه. اگه دنبال تمدن نورانی اخلاقی تو اون ابعاد هستیم، این تمدن دانشگاه داره، دانشگاهش خانواده است. این تمدن نورانی تو اون ابعاد استاد داره برای اخلاق. استادش کیه؟ استادش مادره. شخصیت زن تو خانواده است. این رو خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه نور خیلی جالب بیان کرده. این آیه 55 سوره مبارکه نور، اول من یعنی اولی آیه نیست، من اول اینو میگم، یه افقی رو مطرح میکنه. میگه افق پیش روی شما که میتونه براتون اتفاق بیفته، ای مؤمنین چیه؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. خدا به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن وعده خلافت الهی در ارض داده. فی الارض مطلق میاره. مطلق یعنی چی؟ یعنی ما وارد مثلا دانشگاه میشیم، استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه، کارمندان، یعنی جلوه خلافت الهی رو میبینیم. وارد مثلا نهادهای انتظامی میشیم، جلوه خلافت الهی رو میبینیم. وارد وزارتخونه ها میشیم، یعنی هر جا وارد میشیم جلوه خلافت الهی دیده میشه. مثلا تو دیدارهای مقام معظم رهبری، حالا این چیزی که الان برای ما قابل تجربه است، ان شاء الله تجربیات بلندتری داشته باشیم، بتونیم ان شاء الله محضر حضرت ولیعصر برسیم با ذوقشون ان شاء الله. مثلا وقتی آدم دیدن ایشون میره، یا خدا رحمت کنه، رحمت و رضوان خدا، مثلا بر حضرت آیت الله بهجت، مثلا آدم این حس این که انگار داره از قاب ایشون آیه است دیگه، از قاب ایشون مثلا داره تجربه توحیدی میکنه، خدا رو مثلا از قاب ایشون مثلا داره آدم یه تجربه میکنه، این حسه بهش دست میده. آقا من دارم خلیفه جانشین خلیفه خدا رو میبینم، دارم ولی فقیه میبینم که جانشینه که خلیفه خداست. این یه حس اینطوری به آدم دست میده، تجربه میکنه. این حسه فل ارزه. میگه یه روز این اتفاق میفته، یه روزی میاد فل ارز، شما وقتی که میرید همه خلافت الهیه، یعنی همه به وسیله ولی از این. حالا این کی میشه؟ میگه اون خلافت الهیه، حالا میایم دو صفحه قبلش آیه 35. حالا
یه نکته هم هست در مورد این نوع نگاهی که حقیر به سوره نور دارم. یه بحثی بزرگواران دارن تحت عنوان مباحث تدبر یکی از مباحثی که بهش توجه میدن پیوسته نگاه کردن سوره است. یعنی این آیات نظمشون، کنار هم چیده شدنشون یک معنایی داره. ما فکر نکنیم این چیدمانه یه هدفی رو دنبال آره یه هدفی داره و وقتی من به چینش آیات پشت سر هم دیگه دقت بکنم یک لایه‌های از معنا رو پی میبرم که تو ترجمه نیست. اون تو چینشه است که حالا حتی تو کتابای تدبری هستا. این که میگم تو ترجمه نیست منظورم اینه که میخوام تفاوت بین ترجمه موجود و تدبر رو بیان کنم. آره حالا وقتی با نگاه تدبری به این آیات نگاه میکنیم که چرا خداوند تو آیه 55 یه افق اینجوری بر ما مشخص میکنه، خب خیلی جذابه که آدم هر جا نگاه میکنه خلیفه الهی ببینه، خیلی جذابه. خب این چجوری اتفاق میفته؟ میگه این به این صورته که نور توحید میاد میشینه رو زمین. نور توحید چیه؟ میگه الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. مثل نورهی، نکنید این نور آسمان و زمین رو مثل، این تعبیر حقیر به کار میبرم، میخواد این رو تنزل بده برای تجربه ما. میگه میخوای ما مثالم برای همینه دیگه. مثلا در سر کلاس برای بچه‌ها صحبت میکنید، بعد میگم بچه‌ها براتون یه مثال بزنم. چرا مثال؟ برای تقریب بزن. احسن. کوچیک شده که میارم پایین که اون اینجا مثل و نورهی، خدا انگار اون ذات اقدس خودش رو هی داره میاره تو فعل که ما بتونیم متوجه تو مقام فعل، تو مقام ذاتش که بر ما اصلا قابل تجربه نیست، میاره تو مقام فعل، هی این رو تنزلش میده، هی حالا بر ما محسوس تر. احسن. حالا تعبیر حضرت آقای جوادی آملی ایشون میفهمودن که این حبل آویخته است دیگه. یعنی یه مقام ذات داره که بر ما قابل دسترس نیست، هیچ کسی اونجا نمیتونه بره، ولی مقام فعلش توی صفت‌های فعلیش بر ما تجربه میشه. ما داریم ببینیم آثار خلقت او رو، این مقام فعل اوست. میگه حالا مثل نورهی، این مثل نورش رو تنزل میدن بیارم پایین. اولین ظرفی که این خیلی قشنگه، اولین ظرفی که این نور رو توش میریزه که من تجربه کنم، میفرماد که دوباره یه مثال دیگه میزنه، مثل که یعنی آفرین دوباره تنزلش میده. میگه نگاه کن من چقدر آوردم نزدیک تو تا تو تجربه کنی چه چیزی و اون نوره رو، الله نور السماوات رو. میگه تو کدوم ظرف؟ میگه که مشکات. تو ظرف مشکات یعنی چراغدان. قدیما تاقچه‌ای که چراغ رو اونجا قرار میدادن که مثلا باد از بغل ها نزنه اون رو مثلا خاموش کنه. میگه اولین ظرفی که تو میتونی نور خدا رو تجربه کنی مشکات. حالا دوباره ادامه میده. حالا مشکاتو میگم چیه؟ فیها مصباح، در این مشکاته یک چراغی است، المصباح فی الزجاجه. این چراغ اگر بخواد تلألؤ داشته باشه باید یک زجاجه، یک شیشه‌ای باشه. چراغ گردسوز قدیمی مثلا من یادم نظام بمبارون و اینا و موشک بارون تا همین قم اتفاقی که میافتاد، مثلا برقا که میرفت بعد این چراغ گردسوز روشن میکردن، این شیشه‌شو که میذاشتن نورش قشنگ حالا تلألؤ پیدا میکنه. میگه اون مصباح نورش با اون زجاجه تلألؤ پیدا میکنه و الا مصباح تنها بدون زجاجه نورش تلألؤی نداره، اون زجاجه لازمه. از زجاجتو حالا میگه اون زجاجه رو آره هی الان دو تا ظرف گفته که ظرف مشکات، ظرف مصباح و زجاجه که با همن، مصباح و زجاجه با هم. بعد میگه یه ظرف سومی هم براتون میگم که دوباره جالبه، اینم میگه که یعنی یه تنزل دیگه میگه که من اینا قشنگ دیگه با پوست و گوشت و خون خودم اون نوره رو تجربه کنم. میگه اون کجاست؟ که انها کوکب دری. اون ظرف سوم کوکب دری، ستاره درخشان است که تو میتونی اونجا اون نور توحید رو تجربه کنی. تو روایت ها این آیه خیلی روایت ذیلش اومده، روایت های متعددی هم، مصادیق متعددی هم برای اینا بیان کردن. مثلا گاهی موقع مصداق مشکات رو رسول مکرم اسلام آوردن، مصداق مشکات رو قلب مؤمن آوردن، اسم 12 امام رو تو اینها آوردن، اسم ائمه معصومین و 14 معصوم رو آوردن. با اون روایت ها همه در جای خودش صحیح و هر کدوم دارن از زاویه‌ای به این میپردازن. منتها ما با زاویه بحث خودمون میخوایم به این نگاه کنیم. یعنی هیچ کدوم از اون روایت ها رو نفی نمی‌کنم، نعوذ بالله مثل کوه میمونه. ببینید از اون زاویه نگاه کنی یه جوره، از این زاویه نگاه کنی هم داریم درست میگیم، داریم اون کوه ذو ابعاد رو میبینی ولی از زاویه دیگه. توی روایتی هست خیلی عجیبه. خب اجازه بدین
این از یک زاویه نگاه دیگر نسبت به اون زوایای نگاه رو ما موکول کنیم به بعد از فاصله که میگیریم از بشنویم. تا اینجا هم یه ذره بهش فکر بکنیم. یکی از آیات پر رمز و راز قرآنه. بله. به نظرم اگه نگیم پر رمز و راز ترین، یکی از آیات پر رمز و راز قرآنه که تا شما اشاره فرمودید نگاه های مختلفی بهش شده. خب بریم و برگردیم خدمت آقای ابراهیمی هستیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قرار شد که آقای ابراهیمی عزیز آیه 35 سوره مبارکه نور رو از نوع نگاه خاصی که دارن برای ما تبیین بکنن با توجه به احادیث فکر میکنم. خدمتتون عرض می‌کردیم که اون نور توحید که همون خلافت الهیه داره میگه این از کجا منشأ و سرچشمش شروع میشه که همه زمین رو میگیره. این بحث ما چی بود؟ بحث ما اینه که آیه زوریزی برسه نه تنها تو کشورهای اسلامی رؤساشون، حتی تو نهادهای انتظامی، دادگاه‌ها، همه جا نور توحید. این نور از کجا شروع میشه؟ میاد مبدأش کجاست؟ چشمش چیه؟ میگه مبدأ نور این شکل که اول مشکاته، بعد مصباح و زجاجه است و بعد کوکب دری. تو روایتی گفتم روایت‌های مختلفی هست، با برخی از روایت‌ها فعلا کاری نداری. در روایتی هستش که میفرماد مشکات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، یکی از مصادیق مشکات. بعد میگه مصداق زجاجه دوباره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. بعد میگه مصداق کوکب دری، میگه یکی از مصادیق دوباره حضرت صدیقه طاهره است. یعنی شاید تنها معصومی که روایت‌هایی که اومده هر سه رو بیان کرده ایشونه. برخی دیگه مثلا حتی حضرت جواد علیه السلام، حضرت رضا، برخی از مصادیق دیگه اومدن که یهد الله لنوره من یشاء، مثلا میگن حضرت ولی عصر تو روایت اومده. ولی این که تو همه این سه تا ظرف اصلی ذکر شده تو روایت حضرت صدیقه طاهره است. خب حضرت صدیقه طاهره بالاخره کدومشه؟ مشکات، زجاجه است یا کوکب دریه که از نور او باید همه عالم پر بشه؟ احسن. این کدومشه؟ بالاخره کدوم یکی ایناست؟ میگه هر سه تاش. میگه یعنی چی هر سه تا؟ میگه مشکات مقام دختری ایشونه. مقام دختری ایشون نسبت به پیغمبر که نور توحید، نور رسالت رو از پیغمبر اخذ کرد. مقام زجاجه مقام همسری ایشون نسبت به امیرالمؤمنینه. زجاجه مصباح دیگه، مصباح امیرالمؤمنینه که نور ولایت رو از امیرالمؤمنین اخذ کرده. پس نور رسالت با مقام دختری اخذ شده، نور ولایت با مقام همسری و کوکب دری مقام مادری ایشونه که نور امامت رو خودش تولید کرده. یعنی نور امامت از ایشون ساطع میشه که نورون علی نور. حالا این کوکب دریه که نورون علی نور. این روایته یه مرتبه شأن نزول هست برای مقام حضرت صدیقه طاهره. این درست، ما اینو میپذیریم علی عین. من یه لایه دیگه میخوام نگاه کنم. یعنی این نگفتم که بخوام، حتی این خودش یه مثلا تبرکی است برای ما و لیاقتیه که به ما عز دادن که ما نام ایشون رو ببریم و در مورد ایشون بتونیم سخن بگیم. ولی من میخوام اینجا یه لایه دیگه رو بهش بپردازم. بگم اون چیزی که تو این آیه قابل توجهه برای ماها تو این دوران، خب یه حضرت صدیقه هست اینجوری، خب بله ما ایمان بهش داریم و بهش عشق می‌ورزیم ان شاء الله، لیاقت شو داشته باشیم. ولی خب الان من چیکار کنم؟ میگه من دارم تو اون درجات پایینش که برای شما میتونه الگو باشه، شخصیت زن تو خونه رو میگم. یعنی این نور، یکی از مجاری اخذ نور توحید که اون خلافت الهی رو در پی داره، شخصیت زن. یه چیزی بگم، اینی که میفرمودین، حالا این مقام زن و اینها هم همش تو ذهنم داره درگیر میشه، چقدر میخوره به این ماجرای حدیث کسا که با محوریت ایشون، با محوریت فاطمه است، فاطمه، پدر، همسر، بچه ها، این انگار توی همین این ترتیب اومده. خیلی عجیب و جالب بود به نظر. حالا مثلا روایت‌های دیگه، مثلا پیغمبر میگه من از تو بوی بهشت رو استشمام می‌کنم. ببین قاب فاطمه زهرا سلام الله علیها برای رسول خدا قاب تجربه توحیدیه. با خود پیغمبر مثلا بالاترین درجه، ولی من قاب دخترم دارم خدا رو تجربه میکنم. این که میگم قاب برای اینکه وقتی خدای نکرده به شرک و کفر نیافتیم ما، قاب یعنی اینکه
همون تعبیری که حضرت موسی هست که رفت به شجر رسید در طور سینا، در سوره مبارکه طه هستش و سوره قصص هم هست که از اون شجر چه صدایی شنید؟ انی انا الله. اینکه انی انا الله که نعوذ بالله ما که مشرک نیستیم، کافر نیستیم که بگیم این درخته، نه، او قاب تجربه توحیدی شد. کما اینکه 40 برای ما قاب تجربه توحیدیه، یه حس دیگه ای به اون دست میده وقتی میریم اونجا. حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام یه اونا قابای بی انتهای تجربه توحیدی هن. ولی قابای دیگه هم هستن که مثلا محدودن. یکیش چیه؟ مثلا با این تحلیل دخترمون رو تو خونه یه مرتبه مثلا ببوسیم، نگاه کنیم. بعد حالا دختری که اینم مهمه، دختری که تعادل در خانواده داشته باشه، هر چقدر تعادلش هم با آموزه های دینیه ها، هر چقدر این متعادل تر باشه، نور توحید رو بیشتر میتونن تجربه کنن، مشکات خونه میشه. حالا اون احادیثی که در مورد دختر هست، کسی که دختر داره رحمت خدا هست فلان، اینا مثلا همه اینا رو با این نگاه سوره مبارکه نور تحلیل کنیم که آقا شما اگر میخواید جامعتون توحیدی بشه، مردم باید توحید رو بتونن تجربه کنن. توحید تجربه شدنش که با کتاب دین و زندگی و معارف 1 و 2 و 3 پدید نمیاد. اینا مفاهیم انتزاعیه، اینا تو ذهن علم حصولیه. من باید بتونم حضوراً تجربه کنم. میگه یکی از جاهایی که میشه حضوراً تجربه کرد، آدم لطافت حضور خدا رو درک کنه، این مقام شخصیت زن تو خانواده است. با این 3 تا نقشی که با این نوع نگاهی که شما فرمودید، نقطه کانونی عالم وجود زن دیگه. حالا یه نکته دیگه، این معرفت رو به ما میده، بعد صفحه قبلش برمیگرده این نکته رو میگه و قل